در غزوه بدر 2 کودک انصاری میان از یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میپرسند که ابو جهل کیست در بین لشکر کفار. این صحابی میپرسه از این 2 کودک که شما با ابو جهل چی کار دارید؟ میگویند شنیدیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را اذیت کرده، به پیامبر صلی الله علیه و سلم توهین کرده. این از غیرت مسلمان واقعی و این دشمن الله و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به دست این 2 نوجوان انصاری به هلاکت میرسد. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بعد از آن تابعین و در طول تاریخ اسلام کسانی که واقعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را دوست داشتند، با جهاد، با دعوت، با تبلیغ دین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را به اقصا نقاط جهان رساندند. امروز می‌بینیم که قبرهای اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در چین، در ماوراءالنهر، در ترکیه، در هند، در پاکستان، در افغانستان، در ایران، در عراق، در مناطقی که شاید 1000 یا الی 2000 کیلومتر از مکه و مدینه فاصله دارد. برای چی اون زندگی آرام خودشون رو در اونجا رها کردن و به جاهای دورافتاده‌ای رفتن و در آنجا به خاطر دین الله سبحانه و تعالی به شهادت رسیدن، به خاطر محبت حقیقی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن، به خاطر نشر دین و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همه این سختی‌ها را به جان خریدند و با مال و جانشان در راه اسلام جهاد کردند.